سلام چطورین بچه‌ها، من آریان افسم و امروز اومدم نظر صادقانه و ریویو کامل اومگا سواچ اصلی که خودم الان چند سال دارم ازش استفاده میکنم و صادقانه بهتون بگم. پس با این ویدیو همراه باشید. خب الان به بررسی اومگا سواچ میپردازیم که این اومگا سواچ اصلیه، یعنی قیمت این محصول حدود $250. خب حالا ساعت رو بذاریم کنار، باکس رو میبینیم که این باکس یه باکس اینطوریه. اینجا سری چیز میز نوشته اومگا سواچ و از تو این که درش بیاریم، این باکس درونیه، هیچی خاصی نداره، کنارش آرم اومگا ایکس سواچ رو داره و وازش که بکنید ساعت این وسط، خب که با مفترچه هاشو ایناش گارانتی و شناسنامه و این چیز میزا و هولوگرام اصلی میاد براتون. اول به خود ساعت میپردازیم، شکل و شمایلش، و بعد بهتون میگم که آقا واقعا شایعاتش درسته، ارزش خرید داره یا نداره، چون من الان چند ساله که این ساعت رو دارم و کامل میتونم نظر صادقانم رو بهتون بگم. خب این خود ساعت در حالتیه که بازه بندش، این ساعت همونطور که اینجاش نوشته اومگا، صفحش اومگا ایکس سواچ، کنارش آرم اومگا سواچ هک شده، پشتش مون میشن تو مون، اینجا جای باتری موومنتش باز نمیشه این ساعت، فقط در باتریش باز میشه و این دستشه در واقع بندشه، اسپید مستر میشن تو مون اومگا سواچ. این قیافه اینم کرونوگرافشه، میزنی یه دونه شروع میکنه حرکت، بزنی یه دونه دیگه وای میسه، یه دونه دیگه بزنی ریست میشه. این کلیت اومگا سواچ. از لحاظ استایلینگ بگم، به نظرم این ساعت واقعا قشنگ، واقعا ساعت زیباست. خب شکلش شکل اومگا دیگه، این ساعت در واقع شکل و شمایل اومگا با متریال و موومنت سواچ، برای همین اومگا ایکس سواچ. به نظر من به این ساعت نمیتونی بگی سواچ، نمیتونی بگی اومگا، در حالی که بیشتر سواچ تا اومگا. خب این یه ساعت که اومگا سواچ، اومگا سواچ. اگه شما دنبال خریدن اومگایید و میخواید اومگا رو در واقع تجربه کنید، خب این ساعت واسه شما نیست، چون که این فقط شکل و شمایل اومگا رو داره و متریال و اینجور چیز میذاش سواچ. خودم این ساعت رو واسه اومگا بودنش نخریدم، صرفا واسه اینکه هم خیلی خوشگله به نظرم و هم خیلی ترند شد یه زمانی. من این ساعت رو خریدم و باید بگم اصلا ناراضی نیستم از خریدم. یه سری شایعات راجع به این ساعت هست، الان بهش میپردازم. یکی اینکه متریال و کیفیتش خیلی مزخرفه، من اینو رد میکنم. به نظرم پلاستیکی که حالا خود سواچ بهش میگه بایوسرامیک توش به کار بردن، واقعا متریال خوبی داره، یعنی واقعا خوش کیفیت، حس چیپ بودن یا اسباب بازی به آدم دست نمیده، یه وزن نسبتا خوبی داره. یه بدیش صفحش تلقه، شیشه نیست، سفایر نیست، صفحش تلقه و این یعنی خط افتادن، استعداد خط افتادن بالا داره. همونطور که میبینید با اینکه من این ساعت رو خیلی خوب نگهداری کردم خط افتاده، نمیدونم واقعا کجا. خب ولی این ساعتیه که آقا نباید مثل چه بدونن جی شاک یا کاسیو ازش کار بکشید. ساعتیه که میپوشید، استایل میکنید، جایی میرید که میدونید استهلاک بر نمیداره ساعت. باید مراقبش باشید. اگه بخواید خیلی وحشیانه از ساعت استفاده کنید خراب میشه، واقعا خراب میشه. شیشهش مخصوصا شیشه که نیست، تلقه، باید ازش مراقبت کنید. تا موقعی که ازش خوب مراقبت کنید ساعت به نظر من خیلی خوبیه، من که باهاش حال میکنم. آیا نسبت به قیمتش میارزه یا نه؟ قیمت این ساعت جهانی $250 که میشه با پول دلار الان 100,000 تومان حساب کنیم میشه 25 میلیون. 25 میلیون بیاد تو ایران میشه 35 تومن. به نظر من همون هول و هوش 25 تومن اینا بیشتر نمیارزه این ساعت. درسته میاد تو ایران گرونتر میشه. نظر من اینه که اگه شما میخواید این ساعت رو بخرید
اگه مسافرت خارجی چیزی میرید اونجا از یه نماینده سواچ همون قیمت $250 بخرید ترجیحاً خیلی بهتره تا اینکه بخواید 35 تومن پولشو بدین. ولی آره به قیمتش آره میارزه، چیز بدی نیست. اگه الان چند تا ساعت داشته باشی، یعنی این ساعت اولتون نباشه. به نظرم برای ساعت اول چیز خوبی نیست. یعنی ساعت اول نظر من همیشه به کاسیو یا جی شاک چیزیه که ساعت روزمره باشه. بعد این یه ساعتیه که حالا بیشتر واسه جاهایی که استهلاک بر نمیداره اینو دستتون کنید. بندش و این چفت شدنش خیلی خوبه، یعنی من خیلی از این ساعت استفاده کردم و این اصلا ضعیف نشده و وا نمیشه. اصلا وانش تا حالا یک بار نشده وا بشه این تو دست من، این چسبش، و کاملا بندش خوب و محکم نگه میداره. یعنی لحاظ چسب بندش هم نگران نباشید. آقا یه جمع‌بندی میکنم کامل. اگه میخواید اومگا داشته باشید این ساعت شما نیست، چون اومگا نیست، این اومگا سواچ. خب بیشتر سواچ تا اومگا، ولی نه اومگا نه سواچ. اومگا سواچ آقا موومنت و جنس بدن اینا سواچه، طراحی از اومگاست. خب اگه اومگا میخواید این ساعت خوبی نیست. اگه ساعتی میخواید که هر روز دستتون میکنید و استهلاک خیلی برمیداره، مثلا باش میرید دریا فلان ورزش این چیزا، ساعت خوبی نیست. این ساعتی که باید مراقبش باشید، یکم ناز و ادا داره، ساعت خوبی نیست برای اون چیز. اگه برای ساعت اولتون میخواید باز به نظرم ساعت خوبی نیست به عنوان ساعت اول، چون ساعت اول آدم زیاد دستش میکنه و این ساعتی نیستش که برای همه مناسبت رو دستتون کنید. ولی واسه ساعت دوم سوم ساعت خیلی خوبیه، ساعت خیلی شیکیه، خوش کیفیت، خوش متریاله، با همه چی میاد، فیسش خوبه و موومنتش هم سواچ سوئیسیه و واقعا موومنت بدی نیست. یعنی اینطور نیستش که بگی آقا سواچ چیز بدیه و میارزه. واقعا ساعت خوب و ارزنده ایه. من خودم خریدنشو پیشنهاد میدم. من خودم راضی بودم از خریدش. اگه بخواید برای ساعت اول بخرید به شرط اینکه ساعت رو خیلی مثلا استهلاک نمی‌کنید و مراقب ساعت هستید، خوب دستتون میکنید، برای ساعت اول هم گزینه خوبی میتونه باشه. یعنی ساعت اول به شرط اینکه بخواید خیلی باش استفاده کنید و ورزش کنید چیز بدیه. یه خوبی دیگه که این ساعت داره می‌بینید چیه؟ اینه که یه حس لاکچری، بهتر میتونیم بگیم کاذبی میده. خب چون که ساعت $250 واقعا ساعت لاکچری نیست، ولی توی هر فروشگاه لاکچری که برید خب رولکس و اومگا و اینا گذاشته، این هم گذاشته. یعنی این لای همشون هست. یعنی این مختص به ساعت فروشی ایران نمیشه، تو خارج هم همینطوری. آقا مثلا ببینید ساعت های لاکچری گذاشته، بعد اون وسط یکی دو تا اومگا سواچ گذاشته و این یه حس لاکچری بودن، یه حس خوب جالبی میده که من ازش خوشم میاد حقیقتا و اینم یکی از نکات مثبت دیگه این ساعته. خب آقا لایک و کامنت رو یادتون نره که تو ویدیو بعدی این ساعت رو براتون ریویو کنم کامل. اینم خیلی ساعت باحالیه، شاید ندیده باشینش، ولی لایک و کامنت رو یادتون نره. خب آقا امیدوارم خوشتون اومده باشه، امیدوارم شکتون برطرف شده باشه راجع به اومگا سواچ و هر چی من میدونستم و باید میگفتم و بهتون گفتم. لایک و سابسکرایب حتما بکنید. بازم ویدیوهای خفن‌تر، چیزای خفن‌تر راجع به ساعت میذارم. کامنت بذارید، کامنت انگلیسی بذارید تا ویدیوهای بعدی.